یامان از سحر رو دست میخوره و سحر به زور دست یوسف رو میگیره و اونو از یامان جدا میکنه و با خودش میبره. و در لحظه آخر به یامان میگه که نگاه پر از نفرت من هیچ وقت از یادت نخواهد رفت. با گفتن این حرف و دور شدن سحر و یوسف، یامان از شدت ناراحتی روی زمین میفته، اما سحر بی توجه به اون با کمک فیرات اونجا رو ترک میکنه تا زندگی جدیدی رو در کنار خواهرزادش شروع کنه. فیرات همه امکانات از خونه بگیر تا کارت شناسایی جدید رو برای سحر و یوسف مهیا کرده تا یامان و پلیسا نتونن ردی از اونا پیدا کنن. و از اونجایی که فیرات اولین کسیه که بهش شک میکنن که به فرار اونا کمک کرده باشه، از سحر میخواد موقتاً ارتباطشون رو قطع کنن. یه رهگذر به کمک یامان میاد و اونو به بیمارستان میبره، اما یامان به محض به هوش اومدن اونجا رو با حال خرابی ترک میکنه و چون فکر میکنه که سحر و یوسف قراره به خارج از کشور برن، دستور میده تا همه ترمینالا و فرودگاه‌ها رو بگردن. اما بیفایده است و انگار اونا آب شدن و رفتن توی زمین. شب وقتی سحر خوابش میبره، یوسف که هنوز نگران عموشه و دوریشو نمیتونه تحمل کنه، یواشکی موبایل خالش رو بر میداره و به یامان زنگ میزنه و به امید اینکه بتونن ستایی در کنار هم زندگی کنن، نقشه فرار و جاشونو لو میده. و حالا یامان سرنخهایی که یوسف بهش داده رو به ندیم میده تا هرچه زودتر جای اونا رو پیدا کنه. همون شب توی خونه نسلیهان برای کمک به خالش آشغالا رو از اون میگیره تا بیرون ببره، اما بیرون از خونه بورا اونو بیهوش میکنه و توی ماشین میندازه و با خودش میبره. فردای اون شب عدالت خانوم از گم شدن نسلیهان با خبر میشه و برای پیدا کردنش از فیرات کمک میخواد و بهش میگه احتمالاً کار بوراست چون نسلیهان نامزدیشو به هم زده. از اون طرفم بالاخره ندیم جای سحر رو پیدا میکنه و به یامان اونو اطلاع میده. اما قبل از اینکه یامان برسه، سحر میفهمه که یوسف دیشب همه چی رو به عموش لو داده. در نتیجه خیلی زود با یوسف خونه رو ترک میکنن و تو لحظه های آخر از دست یامان و آدماش فرار میکنن. اما نگم براتون از نسلیهان که بدجوری تو چنگال بورا گرفتار شده و بورا بهش میگه بودن با تو فقط یه بازی و شرط بندی بوده و من چرا باید عاشق یه خدمتکار بشم؟ تو باید تاوان کاراتو پس بدی. اما در همین لحظه فیرات سر میرسه و حال بورا رو سر جاش میاره و نسلیهان رو نجات میده. اما ببینیم یامان و آدماش به کجا رسیدن. یامان که با خونه خالی روبرو شده، کم کم داره از پیدا کردن سحر و یوسف ناامید میشه که ندیم بهش خبر میده اونا بلیت اتوبوس گرفتن و میتونیم خیلی زود بهشون برسیم. بی خبر از این که سحر تو لحظه های آخر از سوار شدن به اون اتوبوس پشیمون شده و تصمیم گرفته مقصدش رو عوض کنه و با یه راننده کامیون به چاناکاله بره. وسط راه موقع غذا خوردن، راننده کامیون با فهمیدن اینکه یوسف برادرزاده یامان کریملیه، اونا رو جا میذاره و میره و به یامان هم جای اونا رو اطلاع میده. اونم بی معطلی خودشو به اونجا میرسونه و این دفعه سحر و یوسف رو پیدا میکنه. سحر با دیدن یامان از دور یوسف رو قایم میکنه تا حرفاشونو نشنوه. اون به هیچ قیمتی خیال نداره امانت خواهرش رو به دست قاتلش بده. سحر و یامان با هم روبرو میشن و سحر بهش میگه من نمیتونم با قاتل خواهرم بمونم. تو اگه میتونی یه دلیل واسه موندن بهم بده. و یامان بهش میگه دوستت دارم و این تنها واقعیت زندگیمه. ولی سحر بهش میگه دیگه مایی وجود نداره. یامان توی همین لحظه تفنگشو در میاره. سحر فکر میکنه قراره اونو بزنه، اما در عین ناباوری اونو به دست سحر میده و میگه فقط وقتی منو بکشی میتونی بری. ولی مگه این کار برای سحر راحته؟ اون تفنگو به سمت یامان نشونه میره، اما لحظه‌ای خاطراتش با یامان از جلوی چشمش کنار نمیره. درست وقتی که سحر داره از شلیک کردن منصرف میشه، به یاد لحظه مرگ خواهرش و قولی که به اون داده میفته. در نتیجه بی‌معطلی به سمت یامان شلیک میکنه و بدون از دست دادن فرصت یوسف رو بغل میکنه و میره. خب بگین ببینم نظرتون راجع به این سریال چیه؟ طرفدارای این سریال قسمت آخرش رو دوست داشتین؟ به نظرتون توی فصل جدید چه حوادثی در انتظار سحر و یوسف خواهد بود؟ نظراتتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال لنز رو فراموش نکنین.